روز گذشته به شهر ترسونزاده مهمانان عالی قدر سفیر ایالات متحده آمریکا جناب جان پامیرشایم و معاون وزیر کارهای داخلی گنرال مایور میلیتسیا نوجوانوف عبدالله در شورای یک شده شوی مرکز همکاری میلیتسیا با جامعه در جمعیت دیوتی بانو میجور رحمانوف تشریف آوردند. در این واخوری مهمانان عالی قدر را رئیس شهر ترسونزاده محترم ولیزاده عبدالقادر یوسف، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده علی خان رستم و دیگر نمایندگان مقامات حفظ حقوق همراهی کردند. در آغاز رئیس شهر ترسونزاده مهمانان را به شهر شاعری صلح‌پرور خوشامدید گفته برای دستگیری سفارت آمریکا و وزارت کارهای داخلی اظهار منتداری نمودند. مهمانان محترم، حاضرین گرامی، امروز در شهر ما بنای نوی مرکز همکاری میلیتسیا با جامعه شهروندی که از جانب وزارت کارهای داخلی با دستگیری و کمک سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان ساخته شده است و فعالیت آغاز نمود. بنیادی مرکز در دایره عملی سازی استراتژی اصلاحات میلیتسیا برای سالهای 2013-2020 سرچشمه گرفته باز یک قدم استوار جهت همکاری میلیتسیا با جامعه شهروندی می باشد. افتتاح مرکز تازه بنیاد در این منطقه برای پیشگیری نمودن پدیده‌های نامطلوب جامعه مساعدت نموده همکاری شورای جمعیتی را با میلیتسیا عاید به مساعدت جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی گسترش داده اعتبار میلیتسیا در منطقه باز هم بالا می‌بردارد. بار دیگر و دیار شاعر صلح‌پرور شهر ترسونزاده خیر مقدم گفته اظهار منتداری تمام ساکنان شهر را به شما می‌رسانم. سپس گنرال مایور میلیتسیا نوجوانوف عبدالله با سخن برآمده منتداری وزیر کارهای داخلی را به جناب سفیر رسانید. همکاری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با شتات‌های متحده آمریکا در دایره سازش‌نامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت شتات‌های متحده آمریکا باید با همکاری در ساحه نظارت مواد نشاور و همکاری در ساحه دستگیری مقامات‌های حفظ حقوق از 27 ینور سال 2003 نیز در سطح خوب برآمده شده است. با دستگیری به واسطه مالیوی سفارتخانه ایالات متحده آمریکا و مبلغ 420,000 دلار سیستم علاقه ویدیو کنفرانسی تأسیس داده شده است. تا با امروز در قلمرو جمهوری تاجیکستان 17 مرکز همکاری میلیتسیا با جامعه ساخته و استفاده داده شده 32 گروه همکاری میلیتسیا با جامعه تأسیس کرده شده است و از فرصت مناسب استفاده برده میخواستم منتداری به اندازه وزیر کارهای داخلی گنرال پاکولنیک میلیتسیا رحیم‌زاده رمضان همراه را به شما جناب امریکایی سفیر برای رساندن کمک‌های به بازگشت تکنیکی مالیوی و ساختمان انشاءات ضروری خدمتی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برسانم. بعداً جناب سفیر به منبر برآمده اظهار خوشنودی نمودند و درباره مرکز نوتأسیس همکاری مردم با میلیتسیا اظهار نظر کردند. محترم دانشجوی وزیر، محترم رئیس شاتر، مهمانی عالی قدر و دوستان عزیز، برای من باعث افتخار است که امروز همراه شما در مراسم افتتاحی مرکز همکاری میلیتسیا با جامعه در جمعیت رحمانی نوکیا ترسونزاده اشتراک میکنم. I wish to express my gratitude to the leadership of the Ministry of Internal Affairs and to the leadership of the district. از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده به دهقانان اصیل و نامدار دیار حاجی کمال مدومرف و حاجی نعمت عثمانوف سپاسنامه تقدیم کرده شد و در فرجام مهمانان عالی قدر با نمایندگان جامعه شهروندی در میز گرد بحث و مناظره نمودند.